شادی هر که زیاد است ز غم کامل نیست. هر که را خر ز دخل است فزون عاقل نیست. شادی هر که زیاد است ز غم کامل نیست. در این بیت صاحب مسئله انسان کامل رو به میان میگذارد و در مصرع دیوم مسئله مناسبت انسان به روزی خود درج می شود. واقعا هم اینی که انسانی که در زندگی همه وقت شاد و خرسند است صاحب میگه کامل بوده نمیتواند. البته این مسئله در شعر کلاسیکی ما از ابتدا آمده است. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاویدانه، سراسر این جهان را گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. وقتی که شهید بلخی میگفت بسیار فصیح و بسیار روشن میگفت. واقعا اگر در این جهان سراسر گردی یک انسان خردمند شاد بودن نمیتواند. و میرزا بدیل هم در سطح بسیار عالی خود وقت میگو که خام تعبان از فشار رنج دهر آسودن، پختگی انگور را زندانی خون کرده است. یعنی انسان های خام طبیعت از فشار و رنج دهر همه وقت آسودن. مثل این که پختگی تا انگور پخته نشود زندانی خون نمی شود. برای اینکه انگور رو بعد خون اندازن و از اون شراب تیار کنند پخته میگردد. و به همین مانند انسان های پخته هم همه وقت در انحصار چیان زندان هستند، در زندان غم هستند. زندان غم این است که انسانی صاحب دل همه وقت در فکر است، انسانی با معرفت همه وقت در تردد است، در جهد و کوشش است، در پی آبادی است و از تمام کامیابی های ملت خود میبالد و از همه این ناکامی ها غمگین و غمگسار است و همین تمام غم و درد عالم از دل او میگذرد. یعنی انسان کامل، انسان صاحب دل همه وقت غم دنیا را از دل خود میگذراند. همین صاحب هم به همین معنی اشاره میکند که انسان صاحب دل، انسان با معرفت اگر باشد هیچگاه پیوسته شاد و خرم نیست. و اگر انسان رو بگی پیوسته شاد و خرم است، او رو انسان کامل نشمر. زیرا انسان کامل چنین بودن نمیتواند که پیوسته شاد و خرسند باشد. انسان کامل از آنجا که درد آشنای است، درد تمام مردم از وجود او میگذرد، باید پیوسته حزین باشد، محزون باشد. و در مصرع دیو میگه که هر کی را خرج ز دخلش بیشتر است، او را عاقل حساب نکن. و این تناسب در بین دو مصرع از آن در آن استوار می شود که واقعا مثل همین که آدمی عاقل اسرافکار بودن نمیتواند، آدمی دانشمند و کامل هم شاد و خرم بودن نمیتواند. پارادوکسش در شعر سبک هندی است. یعنی آدمی عاقل همه وقت کوشش میکند که خرج بیهوده نداشته باشد، کوشش میکند که دخلش بیشتر باشد. در مورد این که دخل است یعنی که منفعت جویی است، در مورد این که هدف از صرفه کردن جمع‌آوری مال و ملکش خصوصی انسان است و این جمع‌آوری البته با هدف‌های نیک صورت میگیرد. انسان کامل در مسئله روزی رسانی موقعی فکری خود را دارد و در این مورد ادیبان کلاسیکی ما ملاحظه‌های گوناگون بیان کردند. در مجموع اگر نگاه کنیم همه آنها اسرافکاری، خرج بیهوده را محکوم کردند. و مثل همینی که خرج بیهوده، اسرافکاری بیهوده از بیعقلی انسان شهادت میدهد، شادی و سروری بیهوده با عیش و نوش پیوسته مشغول بودن از ناکاملی انسان گواهی میدهد. یعنی انسان کامل پیوسته در فکر وطن، در فکر ملت، در فکر آبادی، در فکر بهبودی معنویات مردم، در فکر اینها هست. از همین لحاظ هم اگر نگاه کنیم در روزگار کنونی ما در عین حال که جامعه ما با یک مشکلی اندک نارسایی قوای برق وابسته به حادثه‌های طبیعت شده است، هم وقت انسان کامل، انسان عاقل در فکر آن است که این مشکلی رفع کرده
و برای رفع گردیدن این مشکلی باید همدست باشن، هم فکر باشن، باید دستورهایی که شنونده میشه اجرا کنن تا اینکه این پرابلم نیست حل خود را یابد.